سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از سکو تیوی. من عارفم. منم آریانم. امروز هم اومدیم دربی منچستر رو براتون پیش بینی و بررسی کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو حتما بزنین که ویدیو گذاشتیم با خبرش. امیدوارم هر جا بریم که که شروع باشین کنیم. سلامت و خوشحال آره، باشین. ویروس بریم. هم اومده، مواظب آره، سلامتیتون باشین، قدر سلامتیتون هم بدین. 100%. بریم که شروع کنیم. بریم شروع کنیم. خب آریان، میتونم بگم که این بازی بیشتر مثلا تا برای این مهم باشه که مثلا کی به خاطر ردبندی مهم باشه، بیشتر برای حیثیت و آبرو و اون انرژی که تیم میگیره مهمه. یعنی این 100%. بازی خیلی میتونه کمک کنه، مثلا مخصوصا به مثلا برای ادامه فصل تیم. آقای آموریم. به نظر من خیلی میتونه کمک کنه. حالا آره. برای گواردیولا به نظر کمی فرق داره، خب به خاطر اینکه اون بحثش الان به غیر از انرژی تیم بودن، کلا اون مشکل دفاعی بودنه. خب یه کمی اون مشکل داره. به خاطر همین به نظر من کمک خاصی نمیکنه اگه ببرنم به اون ساختار تیم یا روی تیم. ولی ما منچستری رو دیدیم امسال که با اینکه یک دونش رو باخت، یک دونش رو مساوی کرد، یعنی به غیر از اون که برد، توی بازی اصلا در طول بازی اون بازی که اجرا میکردن شایسته بردن اون بازی بوده. یعنی اینجوری نبوده که بد بازی کنن بگیم اینا نتونستن موقعیت ایجاد کنن که ببرن یا مخصوصا بد. نیمه های اول. آره، مخصوصا نیمه های اول اینجوری نبوده. به خاطر همین اگه بتونن سیتی رو ببرن، با اینکه سیتی نیست که رو فرم باشه، یعنی کار خیلی سختی هم نیست، اون موقع مثلا میتونن مثلا به هوادارا، به مردم، حالا به خبرنگارا، به هر کسی نشون بدن که آره آقا، ما خوب بازی میکنیم، تیممون خوبه، آماده است. حالا مثلا یکی دوتا بازی که یا باختیم و مساوی شد، اونا دلایلش چیز دیگه ای بوده و یعنی ما اون قدرت برد این تیم ها رو داریم که میتونه تو روحیه و کم شدن فشار از طرف هوادارا و رسانا از کل تیم و آموریم باشه، یعنی که کم کنه دیگه اون فشار رو. به خاطر همین 100%. منچستر یونایتد به نظر من بیشتر برد به دردش میخوره و به نظر من شانس برد منچستر یونایتد بیشتره تو این بازی. به نظر من من باید موافقم و به نظرم توی یه چیزی باید مخالفم، این که گفتی پپ شاید اونقدر به این برد نیاز نداره که آماریم داره. به نظرم جفتشون تا یه اندازه به این برد شدیداً نیاز دارن، مخصوصا با توجه به فشاری که امسال روی پپ، امسال رو در نظر میگیریم دیگه، امسال روی پپ و شرایطی که آماریم اونور داره. و دربی منچستر همیشه جذاب بوده، مخصوصا از موقعی که مانوئل پیگرینی سرمربی سیتی شد. یحیی توره، سمیر نصری، داوید سیلوا، آگورو و خیلی بازیکن‌های دیگه، جوهارت، کمپانی و خیلی یعنی اون دورانی که این بازیکن‌ها توی تیمشون بودن. و منچستر هم که همیشه تیم جذابی به جز این 10 سال اخیر، یعنی از موقعی که سیتی روج اومد منچستر افت کرد، برعکس شد. و بازی هم فردا ساعت 7 توی اتحاد برگزار میشه. و یه چیزی درباره برنامه بازی هم بگم. بگو. برنامه بازی سیتی خیلی سخته و من وضعیت سیتی رو میخواستم قهوه‌ای ببینم، ولی با توجه به یکی از مصدومینش که برگشته قرمز میبینم. مصومینش که فردا برگشته یکشنبه. قرمز میبینی؟ یعنی بدتر میبینی چون یکی از مصوماش برگشته؟ نه، بهتر میبینم. آقا تو میخواستم گفتی. بگم قهوه‌ای میبینم ولی قرمز. آها. خب دیگه اگه آره. قرمز که بدتر از نه. نه البته دیگه. گرفتم. قهوه‌ای یعنی دیگه آره ریدن آره دیگه، آره. غیر راحت بگم. و 4 روز دیگه توی چمپیونز لیگ، با یعنی 5 روز دیگه، 4 روز بعد بازی
با ناپولی بازی دارن که چه بازی سختیه. ناپولی آنتونیو کونته خیلی خیلی و کوین دی بروین روبروی سیتی و 3 روز بعدش دوباره تو لیگ با آرسنال بازی دارن. یعنی تقویم سپتامبرشون خیلی فشرده است، هر 3 روز بازی دارن. آرسنال بعد آماده. واقعا بعد با هادرسفیلد توی ای اف ال کاپ، بعدم با برنلی 3 روز بعدش توی اتحاد دارن دیگه، اوکی. پریمیر لیگ. آره من خیلی این تقویم سختی داره. مصومین دوتا منچستر تیمو آره بخونم. منچستر هم بگم. بگو. آره منچستر خب یه خوبی که داره گفتم از ای اف ال کاپ حذف شد، به نظرم یکم خیالش راحت شد حالا که هفته یه بار بازی داره دیگه، آره حالا به هر دیگه. حال حذف شده. هفته بعد با چلسی داره، چلسی که با بایرن این هفته تو چمپیونز لیگ بازی میکنه و فشار زیادی روی چلسی این هفته. هفته بعدش با برنتفورد بازی داره و همین دیگه، یعنی بازی‌های یونایتد و تقویمش سبک‌تره کلا درست. نسبت به سیتی. من آره مصومین دو تیمو بخونم که بچه ها بدونن که چرا مثلا این نظرهایی که میدیم به یه دلیلش به خاطر مصومینه. مصومین سیتی استونز، بتینلی که خیلی بازیکن احتمالاً معمولی تا من اصلا نشنیدم، اورایلی، ساوینیو، کوواچیچ، ایتنوری، مرموش و آقای چرکی. برای یونایتد 3 تا هم مصدوم جدید دادن. آره بگو. برای یونایتد هم دالوت، مارتینز، ماونت و کونیا. به ساوینیو ممکنه برسه و اورایلی به بازی من فکر منچستر نکنم یونایتد بازیش بدن، سیتی. یعنی من احساس حالا میکنم جرمی دوکو رو استفاده کنه سمت چپ آره هستن، ولی ممکنه حالا برسن. سمت راست هم که اسکار باب. آره توی ترکیب اصلی منچستر یونایتد نبود ماونت و کونیا یه تغییرات ایجاد میکنه که 100%. نبود ماونت به نظر من شاید بتونه یه تغییری ایجاد کنه که اگه تغییر مثبت آره آره منظورته. اگه ولی موافقم با. اگه آموریم اون مثلا خوبی رو ببینه دیگه، ببینه که فرق بزرگیه. مثلا ماونت الان بد بازی نکرده که تو فشار رو بری روی ماونت بذاری، ولی آره اگه آقای فرناندز بهتر بازی کنه اون موقع شاید فرناندز جاشو بگیره اونجا و اون موقع آره چون واقعا شاید شماره 10 زیاد دارن تو، یعنی یکم بالانس تیم به نظرم به هم میریزه این وسط که توپو جمع کنن یا بازی رو بخوان کنترل کنن. به نظرم حتی مینو و کاسمیرو یا مینو و اوگارته وسط باشن میتونه بهتر باشه برای منچستر. البته این بازی دربیه، یه ذره فرق داره، باید ببینیم که توی تفکرات آقای آموریم چی میگذره. اینم بگم مرموش و ایدون یه ماه نیستن، چرکی هم که نیومده رفت دیگه، یه 2 ماهی نیست اون اینجوری پروفایل که خبراش مسئولیت اومده. آخه خیلی داره آقای آره چرکی. و مصومای یونایتد هم برمیگردن، چیز شهید آره نیست. آره و میگم که نبود ماونت مثلا میتونه به ماینو وقت بازی بده، خیلی میتونه خوب باشه ولی خب باید ببینیم آره چی میشه دیگه. و آریان این بازی درسته تو اتحاده خب، ولی من احساس میکنم کنترل بازی دست منچستر یونایتد باشه، چون که سیتی حتی دیدیم جلوی تیمایی که به نظرم وینگرهای ضعیفتری دارن، میدفیلد ضعیفتری دارن، نمیتونست بازی رو کنترل کنه و آره الان چون که منچستر تو پرس هم خیلی اذیتشون میکنن آره و با الان گپی که بین دفاع و هافک دارن. بگو. ببخشید و الان بخ. که به نظر من سیتی مثلا بازیکن کم داره اونجا، یعنی بازیکنایی که بتونن تو کنترل توپ کمک کنن. بالاخره رودری برگشته ولی ریندر زیاد تو کنترل توپ خوب نیست، بیشتر ران آره زدن ریندرز خوبه. بیشتر تو انتقال خوبه، آره سیلوا خیلی سیلوای افت قدیم نیست. کرده. آره اول مثلا دفاعهاشون اصلا دفاع مطمئن نیستن که بیان جلو کمک کنن.
به نظر من کنترل قرار دست منچستر یونایتد باشه، مگر اینکه منچستر یونایتد خودش از قصه توپو بده به سیتی آره که بتونه پرس کنه. آره نه پرس کنه که حالا هیچی از ضد حمله استفاده کنه، چون که دفاعشون خیلی ضعیفه، خیلی پشت مدافع خالی میشه، بخواد اونجوری استفاده کنه. وگرنه من نمیبینم که سیتی بتونه این بازی رو ببره، مگر اینکه حالا پپ بخوابه از خواب بیدار شه بگه ای بذار من این کارو بکنم، بذار قطعا این کارو میکنه هر روز، نه چون این فصل هم خیلی اوورتینک داره آره میکنه. و نه منظور من اینه که الان یه جوری انگار مثلا هرسش گرفته، میگه آقا من با این برینم هم تا آخر با همین بازی میکنم، من کاری ندارم میدونی آره مثلا. یکم خب لجبازی کرده. لجبازی. ولی اگه حالا پپم که نابغه است، یه روز بیدار میشه یه چیزی به فکرش میاد، حالا بیا جلوشو بگیر. اگه همچین اتفاقی نیفته من نمیبینم که اصلا سیتی حتی بتونه گل بزنه تو این بازی، چه برسه به اینکه ببره. دفاع کردن هم که اصلا، یعنی این بازی 0-0 شد، دفعه بعد واقعا من میام یه گیو اوی میذارم. بازی 0-0 من احساس شد. میکنم با توجه به دفاعی که هر دو تیم شاید بازی پرگلی هم بشه، و از اونجایی که حالا منچستر هم روی زمین مثلا نشون نداده دفاعش که چقدر خوبه یا بد، بیشتر روی ارسالا و اینا گل خورده و تیم‌ها هم کلا کلید کردن روی این ضعف یونایتد. از اونجایی که سیتی هم هالند رو داره، خیلی خوب میتونه از این ضعف یونایتد استفاده کنه اینم و به حرفیه. گل برسه. آره و به نظرم بازی پیچیده و پایاپایی میشه کلا این بازی. و فکر یه چیزی هم بگم، نکنم دو پایا تا پای بازیکن بشه. کلیدی هم برگشتن. یکی یوشکو گواردیوله که به نظرم خیلی میتونه به خط دفاعی سیتی کمک کنه و بهترین بازیکن خط دفاعی سیتیه. دوناروما احتمالاً بازی اولشو برای سیتی کنه ولی توی فکر دربی. نکنم دیگه. و اونورم نصیر مزروعی هست، آره. یعنی به یونایتد خیلی کمک میکنه. و آریان یه نکته بگم اینه که این بازی تقریبا آخرین فرصتیه که سسکو بتونه خودشو نشون بده که فشار رسانه ها نیاد روش. اگه این بازی آخه بازی هم نکرده اصلا به اون هر صورت چی که فشار روش باشه. فشار روی تیمش میفته، فرقی نداره. درست. اگه از اول بهش باز نرسه بیاد باز هیچ کاری نتونه بکنه، فشار را یا رو خودش میفته یا روی تیمش میفته که تو چرا رفتی اینا گرفتی و اینا. تا فعلا چون خیلی زمان کم بوده، پیش فصل نداشته اینا، زیاد فشار نبوده خب، ولی میفته. بعد یه چیز دیگه هم هست، اگه این بازی سیتی ببازه اون موقع بیشتر فشار میاد روی گواردیولا، یعنی ولی آره گواردیولایی که اهمیت نمیده. یعنی آریا من نه فکر میکنم گواردیولا استعفا بده، نه فکر میکنم اخراجش میکنن. یعنی اینا نه 20 فکر هم نکنم اصلا همچین بشن. اتفاقی بیفته. آره 20 هم بشن، اصلا 20 نه منظورم به حالا چند تیمن، 20 تا تیمن. 20 تا تیم. آره. آره نه حالا 20 نه مثلا 16 هم بشن، اصلا نه اینو اخراج میکنن نه خودش استعفا میده اصلا. آره به نظر من گواردیولا این تیمو تو تاپ، یعنی توی اون نقطه بالا ول میکنه میره، هیچ وقت اینجوری ولش نمیکنه. من به نظرم حتی چون که آره منم خیلی بعید سال میدونم. توی سیتی بوده و همین یعنی بعد یونایتد هم بگم که یه جامپ خوب میتونه باشه برای اینکه بتونن سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیرن. یعنی این بازی خیلی میتونه به روحیه تیم به نظرم کمک کنه. درسته، از اونجایی کاملا که درست. آماریم کلا فصل پیشم با اینکه خیلی بازی‌ها رو از دست میداد، یعنی میباخت، ولی بازی بزرگ همیشه قوی ظاهر میشد و آره تیمای دیگر رو اذیت میکرد. درسته. و به نظرم بهترین اتفاق برای منچستر واقعا سهمیه میتونه باشه این فصل. درست. و آره من یه نکته دیگه بگم در مورد سیتی اینه که سیتی آریان نمیره بازیکنهای دیگه خیلی گنده بگیره. نمیدونم، یعنی میدونی فرض کن از خریدای سال پیش نیکو گونزالز، مرموش، نمیدونم
ریندر، جان اصلا چرکی. کجا بذارنش؟ نه منظورم اینه که نمیره بازیکنی بگیری که فرض کن جزء تاپ 3 باشه، تاپ 5 دنیا باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی آره احساس میکنم چون که قبلا براش جواب داده، خب مثلا فرض کن مثل کسایی مثل سیلوا گرفت، گوندوگان گرفت، نمیدونم محرز گرفت، اینا هیچ کدوم تاپ نبودن که، تاپ 3 تاپ 5 دنیا نبودن که. خب مثلا اینا رو گرفت جواب داد، حتی موقعی که دیبروینه رو گرفت دیبروینه هم تاپ 3 تاپ 5 نبود و اینا رو خودش توی تیم با اون ترکیب، چون میدونست چجوری ازشون بازی بگیره، قویشون کنه، توی تیم جا بده، با هم بتونن کار کنن. الانم همون فکر رو داره. خب الانم تنها بازیکنی که تو این چند سال اخیر من یادم میاد جزء مثلا تاپ 5 تاپ 3 بود که اومد توی سیتی، هالند بود. هالند موقعی که اومد تاپ 3 تاپ 5 دنیا بود. خب یعنی آره ولی خب اینم در نظر بگیم مثلا خیلی تک ستاره توی تیم با هم جمع باشن یکم بالانس تیم هم زیادی به هم میریزه. آره ولی آخه یعنی اینجوری نه نمیتونی ببین نگاه کنی که اینجوری تاپ 5 نمیتونی بگی مثلا دو آریان. تاش یا سه تاش تو سیتی باشن. نمیتونی بگی توی یک تیم اگه مثلا فرض کن 2 تا استرایکر بیاری، آره نمیدونم 3 تا وینگرت اونجوری باشه، آره. سیتی الان توی دیفندرش کیو داره؟ چه ستاره ای داره؟ یه دروازه‌بان ستاره الان گرفت که دوناروما خب باشه. دفاع توی خوبی داشته میدفیلد استونز و روبن دیاز، خب بابا ولی آریان بعد پوست ستاره اندازی شه دیگه، الان نیستن ضعیف شدن. آخه که ستا ستاره استونز بودن که استون ستاره بود دیگه. استون حالا نه ستاره ستاره بود. مثلا جز بهترینای تاریخ، نه در اون حد، ولی بازیکن خیلی خوبی بود استون. بابا استونز تو خوب اون موقعی که نمیگم تاپ خوب 5 بودم دنیاست ریده که. بود، حتی چون سیتی خوب بود باور کن اونجوری دیدم استونز اصلا خار مادر سوتی آریان آره این اصلا. هم هست دیگه، هر چی میذاشتی تو سیتی خوب. آره بابا هر کی و یه میذاشتی موردم بگم، محرز قبل اینکه بیاد سیتی به نظرم بهتر بود تو لستر و بقیه رو موافقم باد که اومدن نه سیتی رو پیشرفت کردن، نه 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 چون بازیکنایی با خلاقیت مثل محرز مثل گریلیش کلا نه توی تیم‌های دیگه بهتر ظاهر خوب شدن. بود. محرز اصلا آره خوب نمیتونی بود ولی محرز توی یعنی فصلی که اومد سیتی خیلی ریت میشد من یادم قبل اینکه بیاد. در کل به نظر من الان سیتی نیاز به سوپر ستاره داره، یعنی نیاز داره که یکی این تیمو کری کنه. آقای هالند این بازیکن نیست. هالند بازیکنی نیست که تو رو کری کنه. نمیدونم هالند همچین نه نیست، مخالفم. نه به نیست. نظرم جای خالی هالند دیبروینه باعث شده این اتفاق بیفته. هالند بازیکنی نیست که تو رو کری کنه. از هالند اصلا آره خب بازیکنی هیچ نیست که بازیکنی نه چرا تکی نمیتونه، هست. بالاخره تیمم باید خوب باشه. بازیکنایی حالا هستن مسی که رونالدو رو برای بذار تو، نه کنار. من کاری ندارم مسی رونالدو، همین آقای امباپه بازیکنی که برای تو کری میکنه تیم تو، فرقی نداره 10 نفر دیگه میزنه، یه شوت میزنه، یه کاری میکنه، نمیدونم چیز. آره ولی حالا اصلا تو نقش خودش هم آریان اصلا بذار خوب بهت بازی میکنه، بگم یعنی نقش خودش رو به نحو احسن اجرا میکنه. استرلینگ حالا مثلا نمیگم در حد فصل امباپه است. 2018 2019 اون یا آگوئرو فصل 2018 اون به نظر من بیشتر میتونست از هالند مفید باشه که مثلا فرض کن یه حرکت بکنه بزنه. هالند چیزی که ببین آریان، برو گلایی که هالند برای سیتی زده رو نه ببین. خب سیتی نیاز به همچین مهاجمی داشت اصلا که تونست با هالند هم بیاد و چمپیونز لیگ ببره. یعنی مشکل سیتی این بود که تا دو قدمی دروازه میرفتن نمیتونست گل بزنن. حالا آگورو بود مثلا، بعد آگورو استرلینگ دروازه خالی خراب میکرد، اینور سانه بود مثلا و خیلی بازیکن‌های دیگه بودن که من موقعیت استفاده نمیکردم و هالند به خوبی از توپای مرده گل میسازه دیگه، اینجوری بگم. ولی بازیکنی من نمیبینم که آریان تک نفره بخواد تیمو کاری کنه. آره با... شاید منظور اینه که تو بازی بزرگ بیشتر، چون نه اصلا همین بازی بازیکنای بزرگ زیاد. کوچیکم دیگه، با بازی کوچیکم کی تیمو کری کرده آقا، کی تیم کری کردن یعنی که آقا تو داری میبازی من برای تو بازیو ببرم تکی. نکرده دیگه این کارو دیگه. هالند فکر میکنی چرا فکر میکنی مثلا خیلی الان واسه، به خاطر اینکه آره یک قد بلند، فیزیک خیلی قوی و سرعت خیلی بالا. بازیکن فیزیکی هالند
باهوش فلان نیست، حالا نمیدونم نه تا خب من تو لحاظ پست خودش خب دارم میگم به دیگه عنوان شماره 9 تموم، آقا شماره 9 نه به تموم عنوان مثلا کننده. یه بازی ساز یا وینگر یا هر چیز تو دیگه. سیتی به نظرم نقش خودش رو باز خوب بازی میکنه، یعنی یکی مثل دیبروین مثلا پشتش باشه میتونن کارو در بیارن. آریان سال پیش هم دیبروین بود، دیبروین امسالم بود، اینا نمیتونستن. چرا نمیتونستن؟ تیم وقتی که افت میکنه، وقتی که بازیکن افت میکنه، یک بازیکنی مثل هالند داشتن به تو هیچ کمکی نمیکنه. خب تو باید یه ولی خب سوپر رودری هم استار دیگه دارن باید بیای بذاری کنار این. زمان. آخه رودری الان سوپر استاریه که اگه مثلا فرض کن انگار کمربند تیمه، خب ولی اگه کمربند تیم جلوش یا عقبش خراب باشه، بخواد از اینجوری از عقب یا جلو کنده بشه، رودری که نمیتونه بچسبونه که. تازه برگشته. اصلا آره تازه حالا شما برنگشته. نظرتون بنویسین، یکم حالا اختلاف نظرات هست دیگه. نمیدونم، به نظر من این تیم نیاز به سوپر استار داره، خب یا اینکه بگیره مثلا من نیاز تا به نظرم نیاز به بالانس شدن داره بیشتر تا سوپر استار. آخه چه بالانسی؟ بالانس دفاعی، یعنی دفاعش دیگه دارن پیر میشن و باید پوست اندازی کنه دیگه، یعنی داره پوست اندازی هم میکنه و یه به نظرم بهترین بازیکن تاریخش رو حتی سیتی از دست داده امسال، کوین دی بروین. حالا نمیدونم موافقی یا نه. کوین دی به نظر بروینه بهترین 100 بازیکن درصد. تاریخ یونایتد سیتی کیه؟ برای سیتی بالوتلی. حالا یه بحثم بالوتلی. نه نه بابا تو خود سیتی ها. چرا کوین دی یعنی بروینه. برای نه سیتی، دی نه بروینه که 100 مثلا یه درصد. بازیکن اگه یه سال توی سیتی بوده نه بعد نه رفته تیم دیگه، دی اونجوری نه. بروینه 100 درصد. برای آره یونایتد هم که بهترین بازیکنی که تو یونایتد بوده به نظر من کیه؟ آره نه بهترین بازیکن برای یونایتد، الان نه تو تاریخ کلا. خب دیگه بهترین بازیکنی که برای یونایتد همون سوال میشه دیگه، چه فرقی داره؟ نانی. نانی. نانی واقعا بازیکن آندرریتدی بود خداییش. خیلی آندرریتد. نه واقعا آره. بهترین بازیکن تاریخ. سه نه چارتون حتما. واقعا برای امبری. یونایتد که نیست، ولی بهترین بازیکنی، ولی بازیکنی که مثلا به نظر من الان میتونست شاید خوب باشه برای یونایتد نانی بود. الان نانی رو بذار اینجا. نه آره ولی بهترین بازیکن بی شوخی بکنم رونی. آره برونی هم هست. من چون یکم هافبک پسندترم کلا، به نظرم بهترین بازیکن تاریخ منچستر پول اسکولز. میدونستم اینو میگی. جفتشون هم واقعا جزو تاپا بودن، آره یعنی هم پول اسکولز هم درست. رونی، گیگز، بکام و خیلی بازیکن‌های دیگه. شاید منچستر مثلا یکی بگه یونایتد خیلی ویدیش میشه حتی. بازیکن بود. آره و واقعا نبرد جذابیه، ببینیم که چیکار میکنن. ببینیم. حالا نمیدونم خرید جدید منچستر که نه لامنسه لامس فکر بازی نکنم نمیکنه، بتونه خودش بازی گفت کنه. بازی آره نمیکنه، اصلا خود مربی گفت آمارین بازی نمیکنه. مهم. گفت و بعد احتمالا اگه زیرکسی بازی کنه به جای سسکو. اینم بگم امبمو هم بهترین بازیکن ماه یونایتد شد که به حق. واقعا عملکرد خوبی داشت، به حق یا واقعا. کونیا باید و میشد یا امبمو. مالاسیام هیچ تیمی نخواستش مون تو یونایتد ولی و فکر کلا نکنم نیست اصلا دیگه بهش مالاسیا، ولی موقعیت خب بده. عمرن جوری گیریمیزی هم بازیش نمیداد، چه برسه اینکه تو پریمیر لیگ بخواد ازش نمیده، نه استفاده کنه. اصلا نمیده. و آماریم لج بشه دیگه لج شده. واقعا و پیش بینیت از این بازی؟ 2-0 منچستر یونایتد. 2-0 با کلین شیت یونایتد. منم احساس میکنم یونایتد بازی رو میبره، یعنی باهات موافقم در مورد برد یونایتد، ولی پرگلتر 3-2 یونایتد. 3-2 آره به نظرم بازی جذابی میبینیم فردا. جذاب میشه اگه 3-2 بشه. آره خب آریان ببینیم اگه چیکار میکنن دوتا مربیا نکته تو این چیزی بازی. داری بگو، اگه نداری خداحافظی کنیم با بچه. نه بچه‌ها دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین، حتما حمایت کنین و فردا و پس فردا هم احتمالاً براتون ویدیو داریم یکی دوتا و درسته. منتظر باشین. درسته.
اگر ویدیو خوشت اومد لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. حتما کامنت بذارین، زنگوله رو بزنین که ویدیو میذاریم نوتیفیش براتون بیاد. بوس به کلاتون. مرسی که ویدیو رو دیدین. سالم و سلامت باشید. تا یه ویدیو دیگه، شب و روزتون خوش. بای فعلا. بای.